درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. از کانال تارت رزماری در کنارتون هستم با یک انرژی خوانی احساسی. میخوام ببینم که برای عزیزانی که کات هستن توی رابطهشون و دور هستن، ببینیم که شخص مقابل انرژیش براتون به چه صورتی هست، در مورد شما چی فکر میکنه و آیا بازگشت صورت میگیره یا خیر. خب اول بریم سراغ اوراکل ها و ببینیم که انرژی این فرد به چه صورته. دعوت میکنم از روح راهنما و فرشتگان نگهبان که در این انرژی خوانی در کنار من قرار بگیرن، از کارت های من رو پاکسازی بکنن، انرژی های من رو پاکسازی بکنن و این فضا رو هم پاکسازی بکنن، به من کمک بکنن بتونم بهترین آگاهی و دریافت رو براتون داشته باشم. خب ببینیم که این شخص در حال حاضر در چه انرژی هستش، اصلا این چه جور آدمیه. ببینید که آیا این انرژی برای شما هستش یا نه. خب کارت اولمون کارت جونو هستش. من برای خیلیاتون میبینم که این فرد یا خیلی به شما متعهد بوده و شما باهاش توی یک رابطه تعهدی بودید. یه لحظه من ستاپم رو اصلاح کنم، ببخشید. یا اینکه با این آدم توی یک رابطه متعهدانه بودید و تعهد داشتید، یا اینکه ایشون در حال حاضر در یک رابطه متعهدانه‌ای هستش. من انرژی وفاداری رو میبینم، حتی انرژی ماه جون. شاید ببینید این انرژی خوانی عمومیه دیگه، ببینید کدوم یکی از این نکته ها براتون صدق میکنه و چند درصد انرژی خوانی براتون هستش. انرژی جون رو داریم، ماه خرداد، انرژی اردیبهشت رو داریم. حالا شما یا این فرد ممکنه که اردیبهشت ماهی باشید. چقدر جالب بچه‌ها. من حتی انرژی یک عنصر هوای خیلی قوی رو دارم میبینم. ببینید 3 تا کارت اولتون کارت های تیره هست و 3 تا کارت پایین کارت های روشن و دقیقا کارت جمنا یا خرداد رو بهمون. خیلی من انرژی خرداد، بهمن، آذر، مرداد، اردیبهشت رو دارم اینجا. حالا حتما نباید همین ماها باشین، حتی تا حدی شهریور میتونه برای بعضیا نشونه باشه. من انرژی فردی رو دارم اینجا میبینم که خیلی رفتارش شاید دو حالته بوده، دو گونه بوده، یعنی دو جور رفتار میکرده، دو جور صحبت میکرده. یا اینکه این آدم 2 تا وجهه داشته، یک وجهه تاریک و وجهه روشن. مثلا ممکنه که با شما یه جوری بوده، با آدمهای دیگه یه جور دیگه، مثلا با خانواده یه مدل، با دوستای مدل دیگه. میدونید یه آدم با یک شخصیت ثابت رو به من نشون نمیده. آدم باهوشی رو دارم میبینم، شاید ایشون تو حوزه املاک، توی حوزه مسائل مالی یا مثلا بیت کوین، ارزهای دیجیتال بودن. آدمی هستش که شما ممکنه که توی مدرسه یا دانشگاه کار بکنه یا فعالیت تدریس دانشگاهی، اینجور چیزها هم برش میبینم. شاید در حال مهاجرت، شاید در حال تحصیل و من احساس میکنم ایشون یه وجهه تاریکی داشته توی شخصیت خودش یا داره حتی در حال حاضر که داره باهاش فعال، داره باهاش سعی میکنه دیل بکنه یا کلا داره. آدم جذابی از لحاظ مسائل فیزیکی هستش، آدم جذابیه، شاید خیلی اروتیکه، حالا رفتارهای اغواگرانه داره یا آدم اغواگری هستش. دیگه براتون میبینم که شاید خیلی هاتون فکر میکردید که ایشون سولمیت شماه، آدمیه که اهل چیزای لاکچری میتونه باشه. شاید حس میکردید که خیلی قابل اعتماده یا آدم لجباز. حتی من آدم لجبازی رو هم دارم میبینم.
خیلی آدم رفیق باز و اهل دوست و اهل ارتباطات زیاد میبینم. ممکنه ایشون توی کارهای تکنولوژی، کارهای مثلا مثل برنامه نویسی، این چیزها بوده. خواهر برادر زیادی ممکنه داشته باشه. ذهن عجیبی داره این آدم. شاید شما متوجه نمی‌شدید واقعا که شاید علاقه به یادگیری خیلی زیاد داره، ذهن عجیبی داره. برای بعضیاتون ممکنه وسواس‌های عجیب و غریب داشته باشه، یا زبان‌های خارجی مختلفی ایشون ممکنه بلد باشه، یا در حال یادگیری یه زبان خارجی دارم میبینمش. آره خب ببینیم که تاروت بهمون چی میگه و اینکه این آدم اون تایمی که با هم بودید احساسش به شما چی بوده و شما رو چطور میدیده. تایمی که با هم بودید شما رو چطور میدیده و احساسش به شما چی بوده. خب از روح راهنما درخواست میکنم که به ما کمک بکنم بتونیم دریافت داشته باشیم اون تایمی که با هم بودید شما رو چطور میدیده و احساسش به شما چی بوده. از اینکه خودمون باید از زیر زبونش حرف بکشیم، شاید خیلی از احساساتش با شما صحبت نمی کرده، احساسات مبهمی داشته، ذهن عجیب غریبی براش میبینم. خیلی جالبه. بیشتر کارت هاتون توی شب در اومده. شاید شما شب خیلی باهاش بیرون میرفتید، یا اینکه همون ایشون یه نیمه تاریک، یه دارک سایدی داشته. خب ببینید این فرد از دست شما ناراحت، احساس میکنه که شما در حقش یه بدی کردید. شاید احساس میکنه توی جدا شدنتون شما در حقش ظلم کردید. و اینکه میبینم که ایشون شما رو دوست داشته. حالا انرژی سکشوال براش بیشتر بوده، اما کلا رابطتون نمیگم انرژی سکشوال، رابطه براش رابطه هیجان انگیزی بوده. شما براش آدم هیجان انگیزی بودید، حتی خب سکشوال هم براش هیجان انگیز بودید. منتهای مراتب ایشون حالا به دلایل شاید اتفاقای گذشتهش، یا شاید مشکلاتی که خودش داشته، ناراحتی، شاید یک بک‌گراند افسردگی حتی داشته باشه ایشون، به این دلایل انگار که نمیخواسته یا نمیتونسته که اونقدر که به این رابطه تمایل داره، به شما تمایل داره، سرمایه گذاری بکنه جدی توی این رابطه. ببینید آس چوب دست خیلی انرژی بالای هیجان و خواستن رو نشون میده. شوالیه جام نشون میده که ایشون دوست داشته که آروم آروم گام برداره توی این رابطه و ابراز محبت حالا داشته باشه. اما سرباز سکه رو داریم، یعنی کسی که سکه خب نشون دهنده سرمایه، میزان سرمایه گذاری این آدمه و کمترین درجه رو داره نشون میده. و اینکه ما 8 سکه رو داریم. 8 سکه نشون دهنده اینه که شاید این فرد میخواسته از شما کمکی رو دریافت بکنه، یا بیشتر تمرکزش روی این بوده که روی زندگی خودش رو بسازه. میدونید در حال کار خودش، تحصیل خودش، زندگی خودش براش توی اولویت بوده. یا شاید احساس میکرده شما خیلی آدمی هستید که شاید شما حس میکرده شما نمیخواین خیلی سرمایه گذاری بکنید و کار یا تحصیل شما تو اولویت براتون. خب ببینیم که احساس میکرده شما چه حسی بهش دارید. ببینیم که ایشون حس میکرده که شما چه حسی بهش دارید.
دس براتون در اومده. حس میکنم ایشون فکر میکرده که شما قصد دارید که حالا یا این آدم رو تغییرش بدید یا قصد دارید که ازش سوء استفاده بکنید. نسبت به خودش احساس میکرده که شما میخواید ازش استفاده بکنید، یه تایمی کنارش باشید و بعد رهاش بکنید. ترس از رها شدن درش میبینم، یا اینکه احساس میکرده شما میخواستید یک مسئولیتی رو دوشش بذارید. بله، یک مسئولیتی رو دوشش بذارید. برای یه سریاتون هم این آدم احساس میکرده شما بیشتر دوست دارید با این آدم وقت بگذرونید فقط و خیلی نمیخواید که احساس میکرده شما مثال میزنم، شاید بعضی از شما تو پروسه سفر یا مهاجرت بودید و ایشون حس میکرده که شما مثلا یه تایمی که حالا هستین و میخواین با ایشون باشین و بقیهش رو مثلا نیستید دیگه و همین انگار نمیخواسته که سرمایه گذاری بکنه یا میترسیده. خب ببینیم که شما واقعا چه احساسی به این آدم داشتین. شما واقعا چه احساسی بهش داشتید؟ از عمق ناخودآگاهتون بکشم که شما واقعا چه احساسی به این آدم داشتید. تری آف فانز در اومده. انگار شما هم دوست داشتید که این ارتباط شکل بگیره، هم خیلی محتاط بودید نسبت به این آدم. شاید بعضیاتون یک کات دیگه در گذشته باهاش داشتید و شاید حس می‌کردید که اگر بخواین خیلی روی این آدم سرمایه گذاری بکنید ممکنه که یک ضرر و زیانی ببینید، یا نگران بودید که چیزی رو از شما ببره، شاید پولی رو نگران بودید که از شما ببره. و من شما رو میبینم که خیلی حتی بعضیاتون ممکنه که خیلی فال گرفتید در مورد این آدم یا خیلی شاید با تراپیست صحبت کردید، در موردش خرج کردید که بتونید این آدم رو بشناسید یا احساسات خودتون رو نسبت بهش بشناسید. یک کوچولو من شما رو، یعنی یک کوچولو که چرت کنم، خیلی شما رو عاقل تر از این فرد میبینم و اینکه واقعا کار درستی کردید. این شما رو میبینم که واقعا انگار صد خودتون رو توی این رابطه نذاشتید و روی خودتون تمرکز داشتید، چون انگار نگران بودید از بابت این آدم و اینکه احساس میکردید که آدمی نیست که بتونید روش تکیه بکنید و حتی خودتون هم واقعا سوسو بودید نسبت به این آدم. نمیدونستید چه اکشنی رو واقعا باید نسبت بهش انجام بدید، چه رفتاری رو باید نسبت بهش انجام بدید و انگار منتظر بودید که بیشتر از سمت این آدم ببینید که اون ارتباط، اون جلو اومدن شکل میگیره، چقدر این فرد میاد جلو و در صورتی که ایشون موندگاری خودش رو به شما کاملا نشون بده، اعلام بکنه، شما میومدید و اون آس سکه خودتون رو، اون اوج خودتون رو برای این آدم میذاشتید. تنها در این صورت میبینم که شما خودتون رو ابراز میکردید به این آدم. خب ببینیم که الان حسش چیه به شما. الان چه فکر و حسی نسبت به شما داره در حال حاضر. شوالیه 9 of Wands. خب برای خیلی از شما میبینم که ایشون خیلی دلش میخواد که یک استارت جدید با شما داشته باشه و انگار که یک ضربه‌ای خورده. شاید شما بهش چیزی رو گوش زد کردید و این فرد گوش نداده، رفته دنبال یه چیزی و حتی ممکنه دوست شما باشه این آدم، یعنی الزامی نداره عاطفی باشه، دنبال یه کاری چیزی رفته، دنبال هیجاناتش رفته به جای اینکه احساس و قلبش رو دنبال بکنه، از شهودش استفاده بکنه و الان انگار که احساس میکنه شما خیلی دور شدید ازش و دوست داره که یک شروع تازه رو با شما داشته باشه.
ببینیم دیگه چی میگه. شاه سکه ایشون آمادگی اینو داره در حال حاضر که بخواد واقعا سر خودش رو بذاره و سرمایه گذاری بکنه توی این رابطه. انگار الان متوجه شده که چی کار کرده و چه چیزی رو از دست داده. ببینیم که خبری ازش میشه. ملکه چوب دست، لطفاً ملکه چوب دست رو کلاریفای کنید برای من. لطفاً ملکه چوب دست رو کلاریفای کنید. دو جام. خب ببینید این فرد درسته که میخواد، بذارید یه لحظه من ببینم که این ملکه سکه کیه، چون حس خب ببینید ایشون خیلی دوست داره به سمت شما بیاد، اما مطمئنه که شما قدرت رو الان دست بالا رو دارید و میدونه که شما ممکنه که ایشون رو ردش بکنید و شما آدمی هستید که در حال حاضر احساس میکنه شما تو رابطه این، حالا یا میدونه شما تو رابطه این یا حس میکنه که شما تو رابطه این یا اخباری بهش رسیده، چون من این ملکه چوب دست رو نمیبینم که بخواد خودش رو در اختیار، چون ملکه چوب دست دوست داره آزاد باشه و انرژیش با انرژی شاه سکه فرق داره و انگار الان این شما هستین که توی دوست ندارید که انگار توی این رابطه خودتون رو محدود بکنید. حالا ممکنه از دوستای شما خبری رو شنیده یا خبری بهش رسیده یا شما رو چک کرده، حتی جرأت هم نداره خیلی صحبت بکنه، اما اخباری از این آدم به شما میرسه یا اینکه اخباری از شما رو دنبال کرده بهش رسیده و متوجه جریان و قضایا هستش. اما من دارم میبینم که شما چیزی رو در موردش میشنوید یا ازش خبری رو دریافت میکنید، یعنی متوجه میشید که ایشون ناراحته یا به شما میرسن که ایشون ناراحته، اما من وعدش رو دور میبینم، یعنی اینکه بخواد باتون صحبت داشته باشه یه چیزی خودهوش 3 ماه آینده ممکنه که چیزی رو در موردش بشنوید، بفهمید که اتفاق بدی براش افتاده یا یه چیز ناراحت کننده ای، نمیدونم مریض شده، یه چیز ناراحت کننده ای رو مثل این که در موردش میشنوید که خب ببینم شما اصلا توی انرژی بعضیاتون ممکنه که بخواید برگردید به این آدم، چون که متوجه میشید که این آدم واقعا اتفاق بدی براش افتاده یا خیلی متنبه شده، هرمیت رو داره به همون نشون میده و شما ممکنه که وارد فاز ملکه سکه بشید و بخواید بهش کمک بکنید یا بخواین باهاش ارتباط بگیرید، خصوصا اگر شما عنصر خاک باشید یا عنصر آب باشید، تیر، آبان، اسفند یا شهریور، اردیبهشت، دی. اگر عنصر هوایی یا عنصر آتشی هستید، فروردین، مرداد، آذر یا مهر، خرداد، بهمن، حس نمی کنم که خیلی بخواین باهاش ارتباط بگیرید. بیشتر عنصر خاکی ها رو میبینم که مجددا، یا مثلا کسایی که با این آدم توی رابطه خیلی متعهدانه یا ازدواجی بودید باهاش، احتمال داره که شما هلوهوش شهریور به بعد با این آدم یک مسئله مجددا بخواین یعنی اون بیاد پیشنهاد بده به شما یه تایمی رو کاری نداشته باشید باهاش، بعد بخواین که حالا شما هم برید به سمتش. یه همچین چیزی رو میبینم، بخواد آشتی بکنه انرژیش رو. اگر هم که توی یک جای تحصیلی یا توی یه جای کاری باهاش هستید، این انرژی میتونه خیلی براتون صدق بکنه. خب این انرژی هایی بود که من از ایشون دیدم و ببینیم که اگر میخواست به شما یه چیزی رو بگه چی به شما میگفت. اگر در حال حاضر میتونست باهاتون صحبت بکنه به شما چی میگفت. 6 of swords در اومده. من از کارت 6 شمشیر میبینم که ایشون ناراحته و انگار که
میگه من از لحاظ عصبی توی تایمی خیلی مشکل داشتم، خیلی آرامش نداشتم، اما دارم سعی میکنم به سمت آروم شدن برم. حتی ممکنه داره تراپی میره و دوست داره به شما بگه که چقدر داره سعی میکنه که به سمت آرامش حرکت بکنه، به سمت اینکه بفهم مشکلاتش، دارک سایدش چیه و بخواد اونها رو اوکی بکنه و بگه که من الان توی یک آرامش دارم، به سمت آروم شدن قدم برمیدارم. امیدوارم که لذت برده باشید و براتون صفر کرده باشه. خوشحال میشم توی کامنت ها برام قلبای نارنجی بذارید و اینکه لایک و سابسکرایب هم فراموشتون نشه.